چند وقت پیش با چند تا از رفیقام زدیم به جاده و راهی شمال شدیم که یه آخر هفته به دور از دود و شلوغی تهران نفس بکشیم. هوا تاریک شده بود که رسیدیم و بعد کلی چونه زدن با صاحب ویلا بالاخره یه ویلای نقلی کنار جنگل گرفتیم. همه با ذوق و شوق پریدیم پایین از ماشین. یکی ساکو می‌کشید، یکی کلید ویلا رو میچرخوند، یکی هم داشت از شدت شوق و خستگی غر میزد. دم در ویلا همه طبق معمول کفشاشون رو در آوردن، ولی من تو ماشین برای اینکه راحت باشم پاشنه کفشم رو خوابونده بودم، همون مدلی که آدم یه لحظه میخواد نفس بکشه و حالا پاشنه کفش رو درست نمیکنه. شب که شد هر کی میخواست یه چیزی از ماشین بیاره یا بره توی حیاط مستقیم میرفت سراغ همون کفشای من. عجیب بود، چون هر کی رد میشد اصلا نگاه نمیکرد که این کفش مال کیه، مارکش چیه، نوع یا کهنه است، قیمتش چقدره. فقط چون دم دست بود و راحت پا میکرد و میرفت. بعدش هم هر کسی یه چیزی میگفت که انگار صاحب اصلی کفشا خودش هیچ حالیش نیست. یکی میگفت داداش پاهات چرا اینقدر بزرگه، این کفشا 2 سایز گشاده برام. یکی دیگه میگفت کفش چرا رخیصه، انگار پام سرد شد. اون یکی میگفت خیلی کوچیک بود، پام زخم شد. همه استفادهشون رو میکردن و رد میشدن بدون اینکه لحظه ای فکر کنن شاید برای من مهم باشه که کسی اینطوری کفشمو نپوشه. برام جالب بود، اون کفشی که برای خودم خیلی ارزشمند بود اون شب خیلی بی ارزش شده بود. توی زندگی هم همینه، وقتی زیادی دم دستی باشی همه ازت استفاده میکنن و تهش هم کلی نظر میدن و ایراد میگیرن بدون اینکه بفهمن چقدر برات مهمه یا اصلا حالتو بپرسن. یاد بگیر توی زندگی باید حواست باشه برای کی و چقدر باشی. همه جا برای همه کفش پاشنه خوابیده نباشی، چون اونی که ارزششو میفهمه خودش میپرسه میتونم کفشتو بپوشم، نه اینکه بی سر و صدا پاک کنه و بعدم ایراد بگیره. آدم باید مهربون باشه، رفیق باشه، کمک کنه، ولی نه اونقدر که خودشو دم دستی کنه، چون وقتی دم دستی میشی کم کم بی ارزش میشی. پس خوب باشیم، کمک کنیم، دست بقیه رو بگیریم، ولی به اندازه و برای آدمش. توی زندگیتون کفش پاشنه خوابیده نباشید. بله جانم.